الیکا از دل تاریکی به بیابون میرسه. یه مرد با شنل، داریا، زیر نور ماه منتظره. انگار مدت هاست همو میشناسن. داریا با صدای آروم میگه دوباره دیر کردی. الیکا خبر داری؟ الیکا با طعنه جواب میده خبری که تو و اربابت مدت ها منتظرش بودین. بابل از شرق میشکنه. داریا لبخند سردی میزنه و میگه کوروش بی صبر شده. تو همین لحظه صدای پای سنگینی از دور میاد. داریا توی سایه ها گم میشه و الیکا با عجله به عقب برمیگرده، اما صورتش پر از تصمیمه.